یکی از بهترین روزنامه‌نگاران در عین کمالات ایجادی زندگی و فعالیت دنیا را پدرو گفت. همه کار و همه چیزا ما بعد گم کردن به قدرش میرسیم. میگوید که از دیده که رفت بعد افسوس خوریم، در سینه خود نیش جانسوز خوریم. تنها تیرمه یاد بار زیبهار، تنها شبی تار ما وقتی روز خوریم. همه چیز همه کارا وقتی گم کردیم بعد دلسوزی بکنیم، بعد به قدرش میرسیم، بعد من سبب میشه همه ما را سرجم میکنند. برای همین همه وقت در زندگی آدمان باید به قدرشون برسیم. و هر جا بگذرد تابوت من فریاد برخیزد که آه این مرد سنگین می رود پر آرزو دارد. وقتی که در وزارت فرهنگ طرح چرخ گردون کشیده می شد، عنوانی او را چی بمانیم؟ اکبر ستار یک گپ بسیار عجایب گفت که من خیال میکنم که این روزها پسی سر می شوند، بیا یک مصر شعر خواجه حافظ را عنوانی چرخ بکنیم. دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. دلش می سوخت، می گریست، کوشش میکرد یک چیز بالای جریده هایش بیاید که پند و اندرز و نصیحت باشد. دیروز علی خان من در بلیدوز بودم، آمد گفت که آوازه شده است که اکبر ستار جهان را پدرود گفته است. باورم نآمد، دیروز دیده بودیم. همه مخلصان، شاگردان، همکاران را اظهار تسلیت میکنیم. زیاده از این هم گفته نمی شود که فیضا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. پروردگار رب العزت با ما و شما مصلحت میکند، جای دیگر نیست. اذا جاء اجلهم ولا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. از مرگ میندیش و غم ریسک مخور، این هر دو به وقت خویش ناچار آید. اگر ما حاضی سوال بکنیم که اکبر ستار مرده است، به خیالم آوازها می آید که نه مرده است، هرگز نمیرد. آن که دلش زنده شد به ایش، ثبت است در جریده عالم دوام ما. اکبر ستار یک دنیای در ژورنالیستیک تاجیک، انکشاف ژورنالیستیک نوی تاجیک، ژورنالیستیک مستقل تاجیک، انکشاف اتحاد ژورنالیستان تاجیک با فعالیت وی به‌واسطه علاقه دارد. یکی از اولین مسائل مطبوعات خصوصی، یکی از اولین آدمانی که اتحاد پراکنده شده ژورنالیستان تاجیکستان را متحد کرد، یکی از اولین آدمانی که جوانهای نو را به اتفاق آورد، امروز از حیات رفت. ما امید میکنیم که کاری نیکی وی همیشه باقی میماند و این نه شعار است، زیرا روزنامه وی، کتاب‌های وی به این دلالت می‌دهد. ژورنالیست نقد آخرتش بخیر باشد. و من النار سترا و حجابا. خدا رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند.